دنیای دیجیتال، پول دیجیتال، کریپتوکارنسی چیست؟ در دنیای امروز همه چیز در حال دیجیتالی شدن است. حتی پول. کریپتوکارنسی نوع جدیدی از پول است که فقط در فضای دیجیتال وجود دارد. این پول دیجیتال برخلاف پولهای سنتی توسط هیچ بانک یا دولتی کنترل نمی شود. کریپتوکارنسی با استفاده از رمزنگاری امنیت بالایی دارد و تراکنش‌های آن شفاف و قابل پیگیری هستند. بیت کوین، اتریوم و لایت کوین از معروفترین کریپتوکارنسی ها هستند. سفری از بیت کوین تا به امروز، تاریخچه ارزهای دیجیتال، سال 2008 نقطه عطفی در تاریخ پول بود. در این سال، فرد یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را خلق کرد. بیت کوین، اولین ارز دیجیتال غیر متمرکز جهان، انقلابی در سیستم مالی ایجاد کرد. پس از بیت کوین، ارزهای دیجیتال دیگری نیز پا به عرصه وجود گذاشتند. هر کدام از این ارزها با هدف و فناوری خاص خود دنیای کریپتوکارنسی را گسترده تر کردند. بیت کوین، از ایده تا انقلاب چگونه کار می‌کند؟ بیت کوین با هدف ایجاد سیستمی امن، شفاف و مستقل از نهادهای مالی متولد شد. اما چگونه کار می‌کند؟ هر تراکنش بیت کوین در شبکه‌ای گسترده از کامپیوترها ثبت می‌شود. این شبکه بلاکچین نام دارد و مانند یک دفتر کل عمومی عمل می‌کند. برای انجام تراکنش، اطلاعات آن به صورت رمزنگاری شده در بلاکچین ثبت می‌شود. امنیت این سیستم توسط ماینرها تامین می شود. آنها با حل معادلات پیچیده ریاضی تراکنش‌ها را تایید می کنند و بلاک‌های جدیدی به بلاکچین اضافه می کنند. بلاکچین، دفتر کل نامرئی، ستون اصلی کریپتو. بلاکچین را می توان به یک دفتر کل توزیع شده تشبیه کرد. این دفتر کل تمام تراکنش‌های انجام شده با یک ارز دیجیتال را ثبت می‌کند. اما به جای یک مکان فیزیکی، اطلاعات این دفتر کل بر روی هزاران کامپیوتر در سراسر جهان ذخیره می‌شود. این ویژگی بلاکچین را بسیار امن می‌کند. برای هک کردن بلاکچین باید به طور همزمان به اکثر کامپیوترهای متصل به شبکه نفوذ کرد. همچنین اطلاعات ثبت شده در بلاکچین قابل تغییر یا حذف نیستند. این ویژگی شفافیت و اعتماد را در سیستم افزایش می‌دهد. فرصت‌های درخشان، مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال. کریپتوکارنسی‌ها با مزایای بیشماری همراه هستند که آنها را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش تبدیل می‌کنند. اولین مزیت، امنیت بالای آنهاست. رمزنگاری پیشرفته و ساختار غیر متمرکز بلاکچین امکان تقلب و کلاهبرداری را به حداقل می‌رساند. دومین مزیت، شفافیت تراکنش هاست. تمامی تراکنش ها در بلاکچین قابل پیگیری هستند و این موضوع اعتماد و اطمینان را افزایش می‌دهد. سومین مزیت، عدم وابستگی به نهادهای مالی است. تراکنش ها بدون نیاز به واسطه‌ای مانند بانک انجام می‌شوند. چهارمین مزیت، سرعت بالای تراکنش هاست. در مقایسه با سیستم های سنتی، تراکنش های کریپتوکارنسی بسیار سریعتر انجام می شوند. چالش های پیشرو، معایب خطرات دنیای کریپتو. با وجود مزایای فراوان، دنیای کریپتوکارنسی خالی از چالش نیست. یکی از بزرگترین چالش ها، نوسانات شدید قیمت است. قیمت کریپتوکارنسی ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند اخبار، قوانین و تقاضای بازار قرار می گیرد. دومین چالش، پیچیدگی فنی است. درک سازوکار بلاکچین و نحوه عملکرد کریپتوکارنسی ها برای همه آسان نیست. سومین چالش، مسائل قانونی است. قوانین مربوط به کریپتوکارنسی ها هنوز در بسیاری از کشورها شفاف نیست و این موضوع می تواند ریسک سرمایه گذاری را افزایش دهد. چهارمین چالش، خطر کلاهبرداری است. با افزایش محبوبیت کریپتوکارنسی ها، موارد کلاهبرداری نیز افزایش یافته است. تلاطم در بازار، نگاهی به وضعیت کنونی کریپتو.
بازار کریپتوکارنسی بازاری نوظهور و بسیار پرنوسان است. در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بوده‌ایم. اما این بازار دوره‌های رکود را نیز تجربه کرده است. در حال حاضر بازار کریپتو در وضعیتی حساس قرار دارد. عوامل مختلفی مانند قوانین جدید، نگرانی‌های امنیتی و شرایط اقتصاد جهانی بر قیمت کریپتوکارنسی‌ها تأثیر می‌گذارند. آینده کریپتو، پیشبینی‌ها و سناریوهای محتمل. آینده کریپتوکارنسی‌ها در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. برخی کارشناسان معتقدند که کریپتوکارنسی‌ها آینده سیستم مالی جهان را متحول خواهند کرد. آنها به مزایای بیشماری مانند امنیت، شفافیت و سرعت بالا اشاره می‌کنند. در مقابل، برخی دیگر نسبت به آینده کریپتوکارنسی‌ها بدبین هستند. آنها نوسانات شدید قیمت، مسائل قانونی و پیچیدگی فنی را از جمله موانع اصلی رشد کریپتوکارنسی‌ها می‌دانند. با وجود تمام ابهامات، یک چیز قطعی است. کریپتوکارنسی‌ها به این زودی‌ها جایی نمی‌روند. آنها به عنوان یک فناوری نوآورانه، پتانسیل بالایی برای تغییر جهان دارند. کلام آخر: آیا کریپتو آینده پول است؟ پاسخ به این سوال به عوامل متعددی بستگی دارد. برای تبدیل شدن کریپتوکارنسی‌ها به جریان اصلی سیستم مالی، موانع زیادی باید برطرف شوند. قوانین شفاف، آموزش عمومی، افزایش امنیت و پذیرش گسترده‌تر از جمله این موانع هستند. با این حال، پتانسیل بالای کریپتوکارنسی‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. اگر این فناوری به درستی مدیریت و هدایت شود، می‌تواند آینده پول را متحول کند. زمان نشان خواهد داد که آیا کریپتوکارنسی‌ها می‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند و دنیای جدیدی از فرصت‌های مالی را برای ما رقم بزنند.